چگه کامل نگاه کنی که به این هوای خنک این صبح وقت من میخواستم میرم او سر دنیا کجا شما کجا و شرکت ها کجا ای خدا کجا به او سر دنیا با موتورا میارم اون تا سر سرک به کجا او رو پایین میکنه یک ذره باید پیاده به خونه بیا ای خدا جو این چه بدبختی اگه تو به تو مردی تو خدا تو به خیر خوشی چه کار کنه تو پیاری بزینا اگه تو پیاری می بودید بینا روز اول میگدیش اینا درس بخونم مکتب خو برم مسجد خو برم اینا حال سواد میدیشتم اینا به مکتب میرفتم اینا به زی کارا چی آخه وقت درس خوندن از اینا وقت این کارایی که به شرکت ها برم کار کنم کمر تو مرد خدا بشکنونه به خیر سلام مادر خوشه بیا میدی بخواه چی مونده نباشی یخ زد تو رو خیلی از میدم خدا گپ طور میزنی من می آواز سرد به چا میرم میایم خیلی خونه نه جو خدا خیلی خونه خودی نه این پولا هم دیگه پولا ماشا پولا چیه اینا پولا ماشا هنو که ما تو پورا نشده بچه تو چی میگی مادر اینا که 16 ساده 16 ساده 15 روز من اگر داستان به شما اختلاط کنم امی بوج ما به سر نرسید من رخصت کرد چرا تو بیرو کردم اینا چه کار شد آخه مادر یک معطلی خوب میگه خود بمونی از جهانم میمونی خب الگب چرا تو بیرو کردم الگ دلیل بگو ای ماما گلک نیه خب همین ماما که خود منم مگه ما با شرکت یک دست باشیم از روز که ما برفت تو خوش نش که ما به می کار برم برای می صاحب کار به می رادمی صاحب کار شده بود ان تا ماله که من از می کار رخصت کرد از سودی میکرد من بازی خونکی پا میزنی عباس مادرش من گوش که چی میگم سه کن هوا اشته خونک شرکت که از این خونک تره باشه که چی تا پلا بالا شه به شما اختلاط او هم اختلاط میکنه به این خونکی من دست پنجم از دست میفته بیسکوتا و پفکار تا کارتون جا میکنم بیا بشی کجی یخ زد تو خود چه یخ زد کجی با مادرم اختلاط کن چه کار شد کجی که چی میگه میگه ماما تو میگه چه کار کرده میگه شما هیچی مادر همین صاحب کار ما میایم میگه کیکس مایم بخوریم پیفک مایم بخوریم بسکوت مایم بخوریم ما آدم غلط و من چون بیکاره خوش ندارم همین ماما مگه لگ میای به می خونه عزت و احترام و چای و شیرپره و نقل قصگیر به پیشی میکنه بخوره مرگ و گناهشه به خیر خوشی نگاه میترام ماما خدشته با چی میگی خاک بم سر همیتا مامای برفته به زیر پوست صاحب کار ما خدیده که عباس بیری کنه برار می کار کرده همین ماما مگه لگ به خیر خوشی همی زحمتای که میکشیم بیر بشرمونه میگم بچه جو عزت احترام ماما کم دیشه و هرچی باشه برار دیگه هیچ ما عزت ماما خور ندارم به سلام هم بیا شاید سلام شوخی کرده باشه شاید که گپ گفت دیگه باشه الهی برو عقابی ما خدا کمر ماما من گله کرد عذاب چا بشکنه الهی آمین تو چو باش که من زنگ زنم همین براره بیچاره معصوب به تعم خونکی ها کار میکنه زمان میکشه برفته به این پوست صاحب کار خریده که ای بدر کن ای بیکاری ای خیلی میخوره همین چی میخوره اگه میرم رخصت نکنم چی بستی بگم خاطر این خاطر هم قد کارتونای برار میتی کاری نمیکنه بس که زنگ زنم برای او اشتگاه پا میزنی این خاطر هم قد کارتونایی به در نمیکنه قد نمیرسه که بیسکوتا و پفکار جا کنی را رخصت نکنه انشالله الهی برو عقابی مایون که خدا کمر ماما مگه نکن عذاب چا بشکنه در به در شه خاک به سر الهی آمین شما بچه ها من شما چیزی گفتن نمیتونم ولی به برار من دوا بعد نبوده که چی میگی با گپ دیگه زکی از صبح تا شام میخوره خدا رو استمیت بیسکوت پفک میخوره که چاش دست شما دستم یخ کرده بشی دیگه مادر میره به صاحب کار ماما مگه لای میگه عباس روستاشون خیبه من میبینم این برای بیچاری من به همی هوا خونک جیگره کنده روستاشون زمان میکشه کارتنار تبالا میکنه بیسکوت جمع میکنه پیفک جمع میکنه آخیرا میره شیطونی میکنه مفسیدی میکنه که این خیبه کار نمیکنه کجی جو بگو دیگه بگو میگم خیلی غیبت برای من پیش من نکنه من درست شما بچه‌ها مادر پشتی برای خوری چی وقت نکن بچه شما کار بدر کرد مادر ماما مگه خاطری برفته مفسیدی کرده که عباس بدر کنن که خودی سرپرست داشته همیت قیافه نمیگیره که من قیافه هم نمیم کلاکه سری نمیاره تو چور نکشد بله گیلک جبرار خوبی سلامتی میای تا سراما یک بار با کجایی اونجایی خب بیا دیگه انت مثلکم بیا زودی خب کار دارم زودی دیگه به سراما میای به سراما خود خونه میری خب زودی بیا که تو کار دارم به خیر خوشی تا یک ساعت دیگه بکن تا دم شون به خیر ماما بگی لکنن خودی لغتا بندازم بیرون اونم کار رخصت کنم برو برم کار کن
بفهمید مرا اصلا باور من نمیاد که برار میته کار میکنه آخه اشته تو را سر کار بیرون کردم چه کار کنم وقت بو که درس رو بخی وقت تو برو عباس کنم ما خوش مزه نمی عباد در داره بروی وان وقتی کنم برو وقتی وقت برو که جلگی برنه وقت برو وقتی حالا یک کنیم جای خیلی تعارف نکنیم در سرای آخه آنی مادر رو سرپرست استاد که در همین قیافه نمیگیره که وقت چه میره یعنی باور من نمیاد که برار می کار کرده باشه خدا باشه که بیا یال گپ میزنم خدا او بر بشیم او بر بشیم بیا بیا این بر بشیم ماما تو بشینم خدا کله گندی خونجی بشیم الان برارجی خوبی؟ خوار اشته خونو گنده داریم شما چرا چی گندگی داره؟ اشته خونوخه اشته سرده نو که دیگه اشته زمستونه دیگه اشته نره اینا خوب بودا نه چیه؟ اینا چیه؟ اینا مولا که من کار بدار که یک لغمه نمی بمی خونه میاد مولا با بولی مقاط کردی سایکو خورزاده خور بگردم تو به اینجا با من گپ و مف نزد شاید بیامیده بشی پیش مدر خود 100 رقم غیبت منم بکرده بشی 100 رقم غیبت کرده هر چی بگفتی گناه پشیده صحیح بیا شما می چه چیزایی هستیم خوارم نه مسای گفتم کن که برار میتو کاری نمیکنه خوارم مسای کنی من سرپرستم هر کار دل خواسته باشه میکنه این سرپرست من سرپرستم من صاحب کار 2 سال 2.5 سال اینجا کار میکنم به من اطمینان کرده برادر همین تا دستامو به زیر بغلا منه دستامو به کیسا منه به خو ای بر میگردم او بر میگردم بالا سر ازی بالا سر ازی بالا سر ازی همه دیگه هم تعریف کنی من خوار جو هر چی کامدون دیدم عباس خواه فقط رئیس جمهوری با تکلم میگردی نه خوار سر کو روی 100 گپ ما میزنه مادر حال کو هستم ای بازم خوبه یک ذره ای که با مثل یک بوخوری بری میخوره صاحب کار با من رئیس گفته که بخوریم روز یک بسکوتی یا روز یک کیکس یا پوفک نمکی همون قیافتونیه که میخوری تو هم خدا راستی بیبی میکن با ما گو گیل لگم هر کس که میبینی به دم نظر تو میای همی هسته که تو هم قطع کارتونی که میتونیم راحت چیزا بچینی پوفکای به تا کارتونا کیکسا نه که روز اول تو هم بیبی امیت میکن نمیخورم این بسکوت پوفک خدای رئیس چاش دست بنون نمیزنه کی؟ آن جناب علی رئیس جمهور ما نه جناب علی رئیس جمهور چیه؟ برار جناب علی حال امر ما میچله خوار زاده نی برو به پیش مدر خود 16 تا نون بخور هر کار ما من پیار خور کنه برم به پیار خور روز اول میگم بابا 120 تا کارگر همه میتونم داخل بشم به داخل کارگاه 7 بدن اینا علی سیاه و علی سفید میلرزه تو هر کلمه میگم به جواب به دهن ما میکنه نه همین گپ پدیشتی خواه مگر ما از خود شما به یک دست شما تامی شرکت ما منیم با مردم بگیم بلیا مامانه دنیا میتونه باز شما ماجو فهمیدی؟ دنیا میتونه شاید ما از اسودی ما باشه که ما به طور خوش ندارم یا از ما مداخل گفتم از خود که نه بمونی از دنیا هم میمونی آن 100 روپیه هم بزوی اضافه آمد برج 100,000 بزوی میده آن 100 روپیه هم بزوی 15 یا 15 روز میده آنی هم سدی هم بزوی کرایه من نمیفهمم گپ تو باور کنی یا گپ پزور باور کن تو یک چیز میگی او یک چیز میگه برار جو خب من سرپرستم خوار به حرف نکنم خود سرپرستی آدم از قوم خیش خود خال میبینی که قوم خیش خود آدم دارو برخو کش میکنی آخه این خود دادت بوده بیگونه که نبوده چیکار میشه بزی بال خو بگیری و اونجا کار کنه آخه که صبر صاحب کار ببینه مگه ای تو استاد کردم اینجا تو نمیتونی که بشینی به سر جای میتونی برو رو بگم بفهمیدی بگو یا خو نشو یا نخو یا ایت یا اوت این بچه‌ها تو بگم میفهمم اشته نمیفهمم برار دیگه تو من میگم مخ پشتوبری تو میکردم چای می آوردم و این اون آخرم چی پس تو چایا و شیرپره و نقلا خستگی خب به مقصد میاودی که ما بچه‌ها تو به خدا کار میکنی که یک بجی بیرم بیری کنم انا میمونده که انا لقمه نونه که میخورم اینم بیرون کنه یعنی برار پشت به من نگو تو به پیش ارزش نداری که پشت میگی برار میگم زبان اخراج ماما خود تو همونجا کارمندی تو صاحب که من تلفن نگفتم هر کاری میگم سبا اگه تو کجیر کار کردی من ریشه برات پیار نمیبرم میگم فهمیدی خورده یا میخورده برو من سرپرستم اختیار خوردارم برو بخیرم بیرون سکو بیخیره چه برو میره برای نگاه کن برو تیر از تو برار برو برنگ تو برو هر کاری میگم بابا جای که تو بشی مردم اونجا بیدارم برو دیگه نمیام به چاق شاگرد نمازگار بیا سبا نمازگار بیا پلا خور خونه خوب برو من به چاق شاگرد مستری خونه میکنم برو نه ما اصلا دیگه تو چی براری یا نه به خدا مغزره چقدر
ریگ داره زمین چطور ریگی داره هم نمیره به همون در برف بارش کرده دلفانت مواد تاره روام دلبر چی خیال ها روام دلبر تکوبم زندگی وفات کرده دلبر چرا هر نمیشه بخوابم دلبر بابا اوه بابو جان چی میگی با؟ سلام و علیکم چه کار میکنه بابو؟ همین زمین شیار میکنه بجو اشتنی بابو شنه تیاری بخیر مونده نباشی زنده باشیم شنه کجی جون تیاریم بخیری تیاری بابو جان جوره خوبی شکر زنده باشی آخ شما سر کار بیدیم آخی ای بابو ما ها با شرکت ها ها خداوند بیامرزه چری به چی خو گلک میپرسیدین چی کار کرد چی میگی لا یار امیت یک کار گنده نکد ببین به چشم گلک چه کار کرد؟ مامه خود چی کار کرده تا شرکت کجی اختلاط کرده که من کرومه نمیشه عدد تا مار ببی بدر کن چه کار کرد بدر کن اشتباه کرد بدر کرد چری بدر میکرد امیته ها بدر کن انمی گلک که من روزی که من شرکت رفتم خوش نبود خدایی چری خود ان از امروز ما به شرکت رفتم هم دوم بس خالی اکوالی تا سر ما رئیس سرپرست شده جمهور خبر سرپرست شده دیگه سرپرست ها دمی که میان یا انا میتونم ساعت گپ بابا تا سر ما میزنه خیلی میگه ماما منه برادر میگه صاحب کار ما بعد چسبیده بود هرچی دروغ میگه من از صبح تا شام تام خونه که پنجم یخ میزد کیکس و بیسکوت پفک تا کارتون میکردم خب میگفتم خیلی باش چند لقمه نون به خونه ببرم انمی گلک بیان در خلیفه گفته کی اونجا خیلی میشه ای اونجا خیلی پفک میخوره خدای راستی از صبح تا شام امیت پفک و کیکس میخوره که چاش دست به نون نمیزنه انمی تا گپ بگفته که عباس خیلی میشه و بالاخره هم کی کار میخوره و ایتا میکنه کاش که به خیانت نمود شما حتما یه خیانتی چیزی هی بکردید بابا. اگه نکردی که چه رو شما رو بدر میکنه مادر من گفتم برو پیش بر بگو خبری نا بگو کاش که بگو یک زنگ بزنی قرار کرده به می ماما مگیلا خب باکو باشه به می شرکت من کتار مار بگیرم به می شرکتی که بیدین 4000 به من میدادن 3000 هم به عباس میدادن پردی مامی شد بفهمیدیم ببین خب حالا شما جواب داد خب ما جواب داد شما یک زنگ خیر بینیم برای ماما مگیلک بزنی که به می شرکت من کتار مار بگیرم پس هم حقوق مار بدم چی ما بیکار کس میشه کنه کی خاک کنیم حبس زمستون خدا خونو کم هسته بابا تو هم گوشی خود در کن گوشی من که خونه مونده واسه با- بعد دادیم حیات نبرد بیا به سلام دیشب مادر خب گفتم خودی از این جنجا کرد بس یانگ گفت سر صبح نیا اینه آب خیلی دیگه من مال به تا خونی ما جواب کنم برو دیگه نیایی دیگه اگه تو امیدی من پیار ندارم همین تو گو همی تو گو خیلی گفت مال سرپرست استاد شده دیگه گیلک هر بگین خدا گپ زن خدا مهربان بالکن بگیره زمستون یک دو 4 لقمه نون ببریم خاک که دیگه چه ریپی پیلی ببی به ما بدم باکن پس به اون شرکت ها مار بگیرم خدا گپ زن شلوغ هم بسر هست اگه گوشی خوبر داره خوبه ور میده بله گیلا شتنه بابا تیاری خوبی شکر میگون تو چرا می خورده خود جواب دادی خجالت نمیکشی آخ اینا کارگر بیگانه بوده که تو جواب دادی تو چی رقم آدمی تا جا که تو خورداده خود پهلو خوب بگیری تو خورداده خوشی از زمستون اینو از شرکت بدر کردی خب یعنی عباس تاشون خوب بود بیچاره روستشون کار میکنه خب کجی چی ملامت کردیش دا کجی رن غیر از خوردن دیگه جوزیفی نداشت میگو میفهمی من صبح هر دو تا ری میکنم اینا رو باید پس دست به کار کنی من میفهمم کار تونی و من دلایر نیاره گیلا که میفهمی که باید نماشین بیای به خونه ترسه سوتا میکنم با
تو شهرم که خجالت که چه خورده دو خود تو شهر کار بدار کردی خب صبح اینو ری میکنم خداحافظ بره مردی تا شما صبح برم شرکت بری کار کنه خیر میریم ببویو بره وقت بله شما نه بود. بره که من همینجا چوکه بله، زمین خدا شیر حافظ کنم شما. بره خوش آمدین